سلام بچه‌ها، چطورین؟ اینجا مانیکسیوب. خیلی خوش اومدین به چنل خودتون، با ما همراه باشین. چطورین بچه‌ها؟ اصلا تعجب نکنین که تو این لباسم. امروز ما اومدیم که کار پاکبانای عزیزمون رو بکنیم و با این جاروی زیبا ببینیم که چقدر زحمت کشن، چقدر تلاش میکنن، چقدر جون میکنن واسه این که بخوان یه قرون پول در بیارن. بریم حداقل شده یه روز جاشون باشیم ببینیم که ما از اینجا اینجا خیابون گلنبی پاسدارانه، از اینجا داریم میریم تا دشتستان 7. حدودا فکر کنم 1-2 کیلومتر راهه. جارو کنیم کلشو که ببینیم چی قراره بکشیم. بچه یه چی بگم پشماتون نریزه. انعام گرفتم، 10,000 تومان پول گرفتم از آقایی که رد شد. پولم نوع تازه است. 10 تومن کار کردیم فعلا. بریم ادامه. خیلی سخته این جارو کردن. من خیلی جون میخواد، خیلی دست میخواد، بعد خیلی خاک بلند میشه. شما مثلا من از اونجا تا اینجا رو جارو کردم، انقدر خاک بلند میشه میره تو. سرفه دارم میکنم همینجوری. ببینین دیگه هوا هم گرم. آقا انقدر هوا گرمه، قشنگ به معنی واقعی دارم سرویس میشم. بعد انقدر خاک بلند میشه، انقدر میره تو ریه پیت، اصلا هیچی نمیمونه. یعنی خدایی اینو بگم واقعا مرد شما این. دمتون گرم جدی. این که بخوای مثلا از 12 شب تا 6 صبح بخوای جارو بزنی، اصلا واقعا دمتون گرم. این همه جارو زدیم هنوز رسیدم سر دشتستان 7. بعد تا ته دشتستان باید برم. امیرم گفتم که از تو ماشین ویدیو بگیره که والا هر کی ما رو میبینه تعجب میکنه. گفتم ماشین ویدیو بگیره که کسی نفهمه که دارم ویدیو میگیرم، همینجوری واقعی جارو بزنم. تا اینجا زدیم دیگه. بزنیم ببینیم چی میشه. بزن جارو تا ته دشتستان. عزیزمون رو اینجا دیدیم، پیدا کردیم، گفتیم بیایم یکم باش صحبت کنیم، یکم ببینیم چجوریه، کارشو دوست داره دوست نداره. اسمتو بی زحمت؟ اسمم عبدالمنان. عبدالمنان، چه اسم قشنگ. چند سالته؟ من 37 سالمه. 37. به. چند وقته که پاکبانی میکنی؟ من تقریبا 8 ماه میشه. 8 ماهه. جساتاً درآمد تو ماه چقدره؟ درآمدمون مثلا شیفت شب داره، شیفت روز داره. شیفت شب مثلا 2 شیفت کار کنی 12 تومن، یه شیفت کار کنی 6 تومن. آها، یعنی فقط صبح کار کنی 6 تومنه. آها چقدر خوب. مثلا شیفت روز کار کنی 11 تومن. یه بار دیگه شیفت روز مثلا از 8 صبح تا 5 بعد از ظهر 11 تومن. بعد راضی اوکیه؟ حالا دیگه چاره چی از دیگه؟ مجبوریم که بپذیریم دیگه. آره دیگه چاره نیست دیگه. سخت شده. آره. متأهلی؟ بله من الان 6 تا بچه دارم. جدی؟ خدا وکیلی. خدا نگهشون داره. خرجشون در میاد؟ خرجشون با سختی خدا را شکر دیگه. حالا ای بابا. یه موقع ناخوش میخواد، یه موقع. دمت گرم بابا. دمت. عموته. به. تو چند وقت کار میکنی؟ من 6 ماه. 6 ماه. تو هم حقوقت همون جوریه؟ آره همینجوری. راضی اوکی؟ آره. چند سالته؟ 18 سالته. به. چی بگم؟ متأهل که نیست؟ نه هنوز. چرا نگرفت؟ نه. خب بچه ما امروز رفتیم رفتگری کردیم و اینکه درآمد امروزمون همونطوری که اون برادر عزیزم هم گفت ماهی 12 گفت فکر کنم که میکنه روزی 370,000 تومان. درآمد امروز ما شد 370,000 تومان از پاکبانی رفتگری. به نظرم خیلی شغل شریفیه، خیلی زحمت میکشن واقعا. کاش مردم ما هواشون رو خیلی داشته باشن. امیدوارم خوشتون اومده باشه از ویدیو
لایک، سابسکرایب، زنگوله رو هم بزنید. بریم که شغلای دیگر هم امتحان کنیم، بریم یکم شغلای خفن‌تر ببینیم که